گاهی از همه خسته میشوی، از آدم هایی که قول میدهند و میروند، از دلهایی که زود میشکنند و دیر برمیگردند. در آن لحظه فقط خدا میماند. اوست که بی صدا میبیند، میفهمد، میبخشد. اگر پاسخت دیر میآید، بدان هنوز وقتش نرسیده. حکمت او همیشه زیباتر از خواسته ماست و من این حس را در دو بیتیم چنین گفتم: به غیر از او به کس دل نسپار ای دل، که جز یادش نبخشد اعتبار ای دل. اگر دیر است پاسخ از خدایت، بدان در